Listen to him. He's not arguing. من الان رسیدم ترکیه، بازا بدبختی، اصلا حال رویم خوبی نیست. همه رو دارم میکشن، بچه ها رو همه رو دارم میکشن. فقط کمک خارجی رسیدن شده. همه شاهزاده رو صدا میزنن، خارشون رو بگوید هر کی غیر از این صدا میزنن. شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبل آزادیه، اصلا کاری به اسم شاهزاده نداره. مردم دوباره ناجی هن، برادر رو میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. من پروازم کنسل شده بود از پروازهای خارجی تهران به خارج از ایران، خارجی همه کنسل شده. و بدبختی یه پرواز ایرانی پیدا کردم. حالا روی مثلا خوب نیست. فقط کمک خارجی. من تا الان تا ایران نباشید نمیفهمید وضعیت چطوری. ترامپ هر کی هست، فقط کمک خارجی. چشم امید بچه ها همه به شما هست. این خارج از ایرانه. من یه قطرم توی اقیانوس، فقط میتونم حس آنمو بهتون بگم. جهنم رو دیدم تو ایران. این چند روز جهنم رو دیدم. گناه داریم، خیلی گناه داریم، حقمون نیست. فقط کمک خارجی. چجوری میشه ما کمک بگیریم؟ نمیدونم چطوری میتونیم وقتی کمک بگیریم. کوه دارن غرقم میکنن تو سر سینه، شلیک مستقیم، بیرحمانه دارن میکشن همه رو. This is what desperation sounds like when theory disappears. He didn't ask you to agree. He just asked you to listen.